پناهگاه بیت لحیه در جنوب غزه، مکان زندگی تقریباً 200 خانواده. یکی از آنها خانواده صالح است. آنها پس از تخریب منزلشان در شمال غزه مجبور شدند که در اینجا پناه برند. خیمه‌ای که از مواد پلاستیکی ساخته شده است، حالا خانه ورده المسلمی و همسر و 5 پسر و 2 دخترش است. ورده و شوهر و 7 فرزندش در این خیمه روزهای دشوار را پسی سر می‌کنند. هر روزی ما به سختی می‌گذرد، چون نه آب و برق داریم و نه چیزی دیگری برای زیستن. هر روز یکم ما کوشش میکنیم که آب برای نوشیدن پیدا کنیم. ما ظرف‌ها را از نقطه آبدهی پر میکنیم، کودکان روی‌هایشان را میشویند، موی‌هایشان را به ترتیب می‌درارند و بعداً هر نفر پی وظیفه‌های روزانه میشوند. امروز وظیفه بنا دختر 13 ساله صالحه آوردن آب است. بنا که پس از خراب شدن خانهشان 4 بار جای زیستشان را عوض کردند، آرزو دارد که روز به صلح و آرامی برسند. آرزو داریم که خانه ویران شده امان را دوباره بسازیم، آن را بسازیم و آنجا زندگی کنیم. میخواهیم که دوستان و همسنفان استادان را بینم و دوباره به مکتب برگردم. ماندر پدری بنا بیناکار است و تا حال 4 بار برای خانواده‌اش در 4 گوشه گوناگون غزه با مواد پلاستیکی پناهگاه ساخته است. هر بار مجبور شدند که از نو گریزند. هوا سرد می شود و ماندر برای زمستان با مواد پلاستیکی خیمه دریده را بازسازی می کند. حالا امکان کار پیدا کردن در غزه ناممکن است و او هم پول ندارد که برای عائله‌اش خیمه قوی تر سازد. استمرارية في العمل تعرف حسب علاقاتك مع کار پیدا کردن بسیار سخت است. اینجا ما بیگناه هستیم چون از دیگر جای غزه آمدیم. ما یک آواره ایم. در این جنگ از یک جا به یک جا گشتیم. در شرایط جنگ اینجا هم کاری نیست که کنیم. انا بقول لك يعني 100% ان الناس بتعيش على المعاناة. همسر ماندر روزی دراز مثل زنهای دیگر غزه به کار اندرمان است. او از آن آرده که به سختی پیدا می شود نان می پزد. قسمتی باقی مانده نان را می فروشد و درآمد به دست می آورند. بیگاه ورده با دیگر زنها جمع می آیند. موضوع گپی آنها جنگ است و نگرانی از زمستانی که فرا می رسد. از آسمان اینجا فقط تیر می بارد. هیچ جای امن نیست. کوچه و مکتب و راه ها بمب باران می شوند. ما از باران هم می ترسیم. ما به زمستان آماده نیستیم. تلاش های زیاد برای صلح در غزه ناکام شدند. اسرائیل میگوید جنگ زمان پایان خواهد یافت که گروه تندرو حماس نابود شود و شخصانی را که روز 7 اکتبر سال گذشته این گروه ربوده و گروگان گرفته بود آزاد گردند.